زن وقتی فهمید که شوهرش با یک زنی بیگانه رابطه نامشروع داره یا حتی فهمید که زنی دیوم گرفتگیه، باید چیکار بکنه که همسرش از دست نتیه؟ بهترین چاره کار صبر و حتما به درگاه الله رب العالمین مراجعت کردن است. وقتی میفهمی که همسرت شوهرت با یک زنی بیگانه رابطه نامشروع داره، اگر جنجال برپا میکنی، اگر شور و مغل برپا میکنی، مردک خون جگر میکنی، سری مردک ویران میکنی، این معلوم است که مردک ده همی غضب میبیویه و در غضبش یک کلمه طلاق ای دهنش میبرویه و تو به همین آسانی شوهر در دست میتی. چاره کار در این نیست که شما وقتی میفهمی که همسرتون با یک زن دیگر رابطه نامشروع داره یا که زنی دیم گرفتگیه، این وریانت نیست که با او درگیر شوی، جنجال کنی، شور و مغل برداری، بلکه چاره کار در اینه که شما باز هم بیشتر رفتار زیبا نشان دهی، اخلاق زیبا نشان دهی، با صبر و تحمل، ولی حتما به درگاه الله مراجعت بکنی که خداوند شوهر شما را از هر کاری که صلاح اون است، از هر کاری که با او مثلا گناه مرتکب میشوه باز بگردونه. در ان همین صورت شما میتوانید که همسر خودتون صاحبی بکنه و همسرتون ای دست نتیه. و الا اگر شور و مغل برداشته با همسرتون درگیر شده، مردها که همین خیلی هستن دیگه، پس دیگه ایره اصلاح کردنش مثلا شما اصلاح کردنش نمیتونه. زوری قطعی هرگز مردک صاحبی کردن نمیتونه. شما میتونه با اخلاق زیبا، میتونه با صبر و تحمل، روزش میشوه که مردک همون زنی که با او رابطه های نامشروع میکرد از او خسته میشوه، خواهی مخواهی، و شما را میبینه که شما اینقدر رفتار زیبا داره، با اخلاق زیبا، با صبر و با تحمل هسته، البته که به پیش شما میبیاید. فقط شما صبر و به درگاه الله رب العالمین مراجعت بکنه. صبر خودش بسیار تلخه ولی میوهش بسیار شیرین است.